رفقا خسته نباشید. صدا میاد تمام؟ بله صدا خوب. ببینید خب در این فرصت کوتاه من نمیتونم به تمام نکات و مباحثی که در این جلسه در حال صحبت شد بپردازم و اینا، ولی برخی از انتقادات یا بحث عمومی بود میخوام در این رابطه نکاتی رو مطرح کنم. یه انتقاد عمومی این یا سوال این بود که نقش نیروهای چپ و کمونیست در تحولات داخل چیه و بعضا مطرح کردن که این نیروها احزاب موجود در جنبش کمونیستی ایران نقشی در جنبش‌های اجتماعی در داخل ندارن اینا. خب من با این بحث موافق نیستم. من در صحبتام تاکید کردم که در شرایط کنونی در واقع کلاً نیروهای موجود در جنبش کمونیستی ایران از روند اوضاع، هم از روند رو به تضعیف جمهوری اسلامی، از این روند در اصطلاح طی میشه عقب هستن، هم از روند جنبش‌های اعتصابی و اعتراضی که در جامعه وجود داره و اینا، و این هم استثناء نیست. این هم با فعالیت کمونیستا میتونه این شکاف یا این عقب افتادن از اوضاع خب ترمیم بشه اینا. ولی میشه بلندتر صحبت کنیم؟ بله. ولی این که این نیروها بی تاثیرن به نظر من اینطور نیست. شما رفقا اشاره کردن مثلا به خیزش دیما. میگم یکی از دستاوردهای مهم این خیزش مسئله عبور از جریان اصلاح طلبی بود. یعنی از جریان اصلاح طلبی که به مدت بیش از 2 دهه 20 سال گفتمان خودش رو بر این جامعه حاکم کرده بود، داشت استراتژی خودش رو در جنبش‌های متفاوت، جنبش دانشجویی، جنبش زنان پیش می‌برد و از طریق همون نهادهای زردی که داشت میخواد جنبش کارگری رو در کنترل خودش بگیره. خب از روز اول به قدرت رسیدن این جریان اصلاح طلبی و شکل‌گیری این جریانات کمونیست، احزاب و سازمان‌های موجود در مورد ماهیت جریان اصلاح طلبی روشنگری کردن. واقعا به نظرم تبلیغات و جهت سیاسی مؤثری و تعقیب کردن و اینا، یعنی اومدن ماهیت اینو به عنوان یک جریان برجوایی و ضد انقلابی برای جامعه روشن کردن. به نظر من مجموعه این فعالیت ها نقش داشت در این که مثلا جنبش دانشجویی از زیر نفوذ اصلاح طلبان حکومتی و اینا خارج بشه، یا مثلا جنبش زنان دنبال مثلا استراتژی اونها نیفته و اینا. بنابراین میگم این مجموعه جریانات به لحاظ سیاسی، به لحاظ معنوی بر فضای جامعه تاثیر گذاشتن. یا مثلا خیزش آبان یکی از بزرگترین دستاورداش این بود که در واقع گفتمان گذار انقلابی از جمهوری اسلامی را تقویت کرد و به نظرم این بخشی از محصول فعالیت جریانات چپ بوده که مرتباً بر این میکوبیدن که امکان گذار مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی وجود نداره. یعنی اون استراتژی که جریانات اپوزیسیون بورژوازی اونو دامن میزدن و اینا. بنابراین نمیشه همین تحولات رو دید ولی بگیم چپ نقش نداشته و اینا. یا حالا خیلی از اون خواستایی که مثلا در جنبش کارگری مطرح میشه، در جنبش زنان مطرح میشه، نمیدونم مبارزه علیه اعدام میشه، در دفاع از محیط زیست میشه، همون خیلی از این مطالبات جزء اصلا برنامه و هویت سیاسی احزاب موجود در چپ ایرانه. یعنی نمیشه بگیم در تمام تحولات 100 سال گذشته همیشه چپ ایران بخشی از این تحولات بوده، در این دوره بگیم نه، این چپ خط بزنیم بگیم هرچی هست همین جنبش های عملی موجود در جامعه. بنابراین جنبش چپ ایران با همه احزاب و سازمان های موجود در همین جلسه هم باید بخشی از این جنبش اجتماعی چپ در درون جامعه دانست، با همه مشکلاتی که داره، با همه ایراداتی که بهش داریم. به این معنا من گفتم با اون بحثایی که در این زمینه شد موافقت ندارم. میدونم این کافی نیست، میدونم حالا هنوز جنبش چپ ایران، جنبش کمونیستی ایران به بخشی از جنبش کارگری تبدیل نشده، به بخشی از اون جنبش‌های اعتراضی پیشرو در جامعه تبدیل نشده. خب باید برای این کار کرد و این جنبش اعتصابی، این جنبش جاری کارگران، این جنبش اعتراضی موجود در جامعه بزرگترین فرصت برای جنبش کمونیستی ایران که به این شکاف تاریخی پایان بده.
یعنی شکاف بین کمونیسم و جنبش‌های اعتراضی موجود در جامعه، جنبش کارگری، یعنی باید به این خاتمه بدیم و این از چه طریقی؟ از طریق همین کارهایی که انجام میدیم، از طریق اینکه هر اعتراض، مثلا همین اعتصاب کارگران که به راه افتاده و ادامه داره، خب تلاش همه ما باید این باشه که به هر درجه میتونیم برای به موفقیت رسوندن این اعتصاب تلاش کنیم. چگونه میشه توطئه کارفرما و دولت و پیمانکاران رو خنثی کرد؟ چگونه میشه همبستگی براش جلب کرد؟ چگونه میشه راه پیشروی و مثلا نشون داد؟ هرچی در سمت داریم از طریق امکاناتی که داریم خب عرضه کنیم در مورد هر اعتراض دیگه. یعنی مهم اینه، یا اعتراض هفت تپه برای ما، همه ما باید این مهم باشه که این حرکت، این اعتصاب هرچی در توان داریم در خدمت به پیروزی رساندن اون انجام بدیم. یعنی از این طریقه که این نیروها میتونن به بخشی از این جنبش کارگری و این جنبش های واقعی تبدیل بشن. مسئله رهبری مطرح شد. من تأکید کردم تو صحبتام که این رهبری در پروسه همین مبارزات واقعی که جریان داره، اعتصابات کارگری، جنبش های اعتراضی موجود در جامعه، فعالیت هایی که کلن احزاب و جریانات موجود در بطن وضعیت کنونی دارن انجام میدن، در همین پروسه مسئله رهبری هم شکل میگیره، در همین پروسه مسئله تأمین هژمونی طبقه کارگر بر جنبش های اعتراضی در جامعه شکل میگیره و اینا. بنابراین باید خودمونو جزء این روند بدونیم. یعنی نیروهای کمونیست، احزاب کمونیست هم باید خودشونو بخشی از این روند بدونیم. اینکه آیا یک حزب میتونه برای قدرت سیاسی مبارزه کنه؟ طبیعیه همه احزاب برای اینکه طبقه کارگر رو به قدرت سیاسی برسونن مبارزه میکنن، برای اینکه طبقه کارگر رهبری جامعه و رهبری انقلاب رو به دست بگیره داره مبارزه میکنه. خب در این میان هر حزبی یا هر چند تا حزبی بتونن به بخشی از طبقه کارگر تبدیل بشن، یعنی بافت تشکیلاتیشون کارگری بشه، اعضا، فعالین، رهبران کارگری بشن عضو این احزاب. خب اگه قرار شوراهای کارگری رهبری رو به دست بگیرن در این جامعه، خب حزبی که اعضاش، کادرها جزء شوراهای کارگری هستن، از طریق مکانیزم شوراها در قدرت سیاسی حضور داره دیگه. قدرت کارگریه، قدرت شوراهای کارگریه. ولی احزابی هم که نفوذ دارن، حالا یکی دو تا، هر کدام به درصد نفوذی که در بین کارگران دارن، از طریق مکانیزم شوراها میتونن در قدرت سیاسی هم حضور داشته باشن. اگه با این نگاه کنیم، به نظر این سوال مطرح نمیشه و هر حزبی ما دستشو میپشاریم. هر حزبی در پروسه این مبارزه اگه تونست در واقع این موقعیت رو کسب کنه در جنبش کارگری ایران، دیگه این همه قبولش میکنه. همه این زمین که اینجا حضور داره، جامعه قبولش میکنه که این بخشی از قدرت سیاسیه، به این اعتبار که بخشی از شوراهای کارگریه، به این اعتبار که کادرش کارگرن، رهبران کارگریه. بنابراین این تقابل به نظرم در اینجا مطرح شده، با این جهت پاسخ داد و اینا. در خاتمه میخواستم یه نکته‌ای که روش تاکید کنم، اونم اینه، مسئله اینه در شرایط کنونی که ما شاهد اعتصابات کارگری هستیم، کارگران 2 دقیقه وقت داری. باش کارگران صنایع نفت و پتروشیمی، کارگران هفت تپه و هر روزه شاهد چندین اعتراض و اعتصاب کارگری در ایران هستیم. مسئله خیلی مهمه که در این دوره و به ویژه در شرایطی که ما به دلیل حاکمیت استبداد فاقد تشکل‌های سراسری کارگری هستیم، باید این خلأ نبود تشکل کارگری رو تلاش کنیم، این ایده رو ببریم بین فعالین کارگری و رهبران جنبش کارگری در داخل، که در این شرایط برای پر کردن این خلأ رهبران و فعالین کارگری که در کانون‌های گرم مبارزه حضور دارند، در هفت تپه حضور دارند، در اعتصاب کارگران نفت و پتروشیمی حضور دارند، در مبارزات فولاد حضور دارند، در معلمان که نقش داشتند در هدایت اعتصاب سراسری معلمان، کارگران راه آهن که اعتصابات سراسری را انداختند، بازنشستگان، اینا که همه بخشی از این اردوی کارو
زحمت هستن، اینها بتونن رهبران اینها، فعالین اینها که رابطه تنگاتنگ، رابطه زنده و ارگانیکی با طبقه کارگر دارن، اینها وارد همکاری بشن، در یک شورای همکاری جمع بشن، این شورا در حال همکاری هاش نهادینه بشه و از این طریق ما کمک کنیم به در واقع سراسری کردن اعتصابات کارگری، سراسری کردن اعتراضات کارگری، و این میتونه یک گام مهم این جنبش کارگری و جنبش توده را در شرایط کنونی به جلو ببره.